خب قبل از اینکه بریم فانکشن اکتیویت رو کاملش کنیم، بریم این فایل من یک دوتا نکته. اول اینجا که نباید اسپیس باشه، این از این. دوم باید یه چیزی به اسم اوتو اسکیپ آف اضافه کنیم. end auto escape و این داخل این بذاریم برای کراس سایت اسکریپتینگ یا XSS که حواستون باشه 3 تا X سرچ نکنید. حالا بریم سراغ ویو اکتیویت. باید یک ترای کنیم UID مساوی فورس str ادش کنیم. اینجا ما این UID ما PK رو فورس بایتش کردیم، بعدش انکود کردیم. این میشه مثلا انکود PK URL safe format. اد کنیم فورس str رو، فورس str درست نوشتیم. URL safe encode بالا بود، اینجا باید گرفتیمش دیکود کنیم. دیکود UID بیس 64 این هم باید ایمپورت کنیم از utils http. بعد از این باید بریم یوزر رو بسازیم، یوزر رو بگیریم از custom user objects get کن pk مساوی باشه با uid. باید custom user رو ایمپورت کنیم from accounts.models ایمپورت کن custom user. custom user هم اشتباه نوشته. حالا accept رو بنویسیم. اگه تایپ ارور بود یا custom user does not exist بود، یوزرمون مساوی باشه با نان. حالا بنویسیم اگر user is not none بود و account activation token check token بود، یوزر رو بهش بدیم با توکن. خب برامون یوزرمون رو اکتیو کنه true و user dot save. در غیر این صورت else return کن http response activation link is invalid باشه. فکر میکنم همش اوکی. حالا بریم یه یوزر بسازیم. sign up اینجا یوزر 1. خب تست
یوزر 2 ایمیلش تست یوزر 2 @email.com پسورد براش انتخاب کنیم. خب الان ایمیل ارسال شد توی کنسول. اینجا ما اوپن لینک، خب HTTP is activate اکتیو شد، فقط ما اینجا ریدایرکت نکردیم. بعد اینکه یوزر اکتیو میشه ریدایرکت کن، ریدایرکت هوم. این درسته هومه؟ آره. رندر ریدایرکت. یه یوزر دیگه بسازیم، یوزر تست یوزر 3 تست یوزر 3 @email.com پسورد، یه پسوردی براش بذاریم. لینک رو برامون فرستاد. اوپن لینک یوزر رو اکتیو کرد، اومدیم ریدایرکت شدیم هوم پیج و اینجا اگه یوزر 3 رو بزنیم اکتیو شده یوزر.